سلام، بیایم با هم دیگه این هدبند خوشگل رو بدوزیم. اول مستطیلامون رو برش میزنیم که اندازشون 8 در 10 سانتی متره و یک مستطیل بزرگتر به اندازه دور سر بالای 10 سانتی متر به عرض 8 سانتی متره که اینا رو برش میزنیم و میایم مستطیلای کوچیک‌ترمون رو به این شکل میدوزیم که یه 2 سانتی متر جا باز میذاریم و دوخ نمی کنیم که این مستطیل رو برگردونیم، چون اینا دولا برش خوردن دیگه. توی فیلم هم بهتون نشون دادم. به این صورت کار رو برمیگردونین از همین 2 سانتی که جا باز گذاشتین، گوشه های کار رو تمیز میارین بیرون و این تیکه رو اتو میزنید. حالا اون تیکه‌ای که باز مونده رو یا میتونین بذارین همینجوری بمونه و وسط کاره، یا اینکه میتونین چسب بزنین، چسب زانفیکس. به این صورت حالا این مستطیل بزرگه رو دولا میکنیم، عرضش میشه 4 و به این شکل میدوزیمش. بستگی به کشی که میخواین از توی کار رد کنین عرض این متغیره، ولی من 8 سانتی متر گرفتم چون میخوام کش 3 سانتی متری رد کنم. بعد یه نوار به این صورت میدوزیم برای تمیزدوزی روی وسط پاپیون که شما میتونین مروارید هم بدوزین یا نگین بدوزین دیگه، این بستگی به سلیقه خودتون داره. میایم با یک سوزن وسط پاپیونا رو پیدا میکنین به این شکل. پاپیونمون خیلی خوشگل درست میشه، خیلی پاپیون شیکه و قشنگ در میاد. به این صورت پاپیونا رو از وسطشون به هم دیگه وصل میکنیم. حالا سوزن پاپیوناتون رو منظم بکنین، نخ رو بکشین و دور تا دور کار بپیچونین به این شکل. بعد با اون نواری که برش زدیم و دوخ زدیم روش وسطش رو تمیز دوزی میکنیم که میتونین به جای این هم گفتم از مروارید استفاده بکنیم. به این صورت به این شکل پاپیونمون در میاد، خیلی گوگولیه. بعد میایم این رو میذاریم وسط کار و کارمون رو تمیزدوزی میکنیم، از پشت دوختش میکنیم به این شکل. حالا میایم کش 3 سانتمون رو از من چون کشم 3 سانته عرض مستطیلم رو 8 گرفته بودم. به این صورت میایم از توی کار ردش میکنیم و از هر دو سمت کش رو دوخت میکنیم که فیکس بشه. اتو هم طوری بزنین که اون خط درزتون وسط بیفته که بهتون نشون دادم که از این سمت و اون سمت این معلوم نباشه، وسط کار بیفته، داخل کار یعنی. به این صورت دوخ میزنیم، این قسمت رو هم میاریم بیرون و دوخ میزنیم. این اندازه این میشه به این صورت و بعد میایم دوتا لبه رو میاریم روی هم دیگه و باز دوختشون میزنیم. این قسمت اصلی هدبندمونه که آماده شده. بعد از اینکه دوختیم پاپیون رو یکم اون سمت‌تر می‌ذاریم که این درزم پیدا نباشه و بره زیر پاپیون و پاپیونمون رو اینجا فیکس می‌کنیم با دست، با سوزن به این شکل کار رو فیکس می‌کنیم و خیلی خوشگل آماده میشه.